سلام از شهر رنگی بورانو. سوار قایق شدیم که بریم به سمت جزیره بورانو. قایقش خیلی خوبه چون که کولر داره، بقیه‌اش هیچ کدوم نداره. از قایق که پیاده شدیم توی رستوران، صندلیاش هم رنگیه. همه چیز توی شهر رنگیه. You say you need your space, then pull me close. I read your silence, louder than most. One day you're warm, the next day you're cold. Got me second guessing what I already know. I give you love, but you ration yours. You open up just to close the door, just to close the door. I stay up late trying to read your mind. I can't read your mind, but your love for moves that change all the time, change all the time. Why are you always halfway in? Got me drowning when I know I could swim. اینجا هم قایقاشونو پارک کردن. اینجا مرکز اصلی شهره که مغازه ها هست، رستوران ها هست و همه مردم اینجا میان راه میرن و خونه های خیلی خوشگل و بامزه‌ای داره. این خونه خیلی بامزه است، همه‌شو نقاشی کردن. شهرش خیلی کوچیکه. الان از این مرکز شهر که اومدم 1 دقیقه بعد رسیدیم به این دریا و دوباره این رود وسط شهر میره و خونه های رنگی دوباره دو طرفشن. Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO. Babe, I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. Crank the AC to 79. ما دوباره قایق سوار شدیم و اومدیم به جزیره بعدی. اسمش مورانوه. خودشون میگن مورانو فکر کنم. بعد اینجا به کارخونه های شیشه سازیش خیلی معروفه که این مجسمه های شیشه ای رو میسازن. الان یکی از کارخونه هاش فکر کنم اینه که پشت سر منه. و اینجا هم مثل ونیز و بورانو همونطوری پر از رود و وسط خونه ها و قایق دارن. با قایق میرن این ور اون ور. بامزه است، محلی طوره، ولی به نظرم بورانو خوشگل تر بود. خونه های رنگی بورانو بیشتر بود. فکر کنم حکم آتش نشان یا چیزی شبیه به پلیس رو داره. ببین خونه ها بسیار قدیمی و اینجا هم پارکینگشونه. خیلی بامزه است. ببین که ماشین داشته باشن یه قایق دارن. قایقشون جلوی خونهشون پارک. این یکی از کارخونه های شیشه سازیشه. ولی توش بسته بود نشد بریم توشو ببینیم. اینجا یه قسمت محلیشونه که همه دور هم جمع شدن. اینجا مثلا میوه فروشی های محلیشونه. ورودی سوپرمارکتشه فکر کنم. ببینید اینا همه وسایل که با شیشه ساختن. این مجسمه های شیشهش خیلی معروفه این شهر. جزیره البته.
جزیره لیدو با قایق اومدیم به ایستگاه قطار ونیز و الان می‌خوایم قطار سوار شیم و بریم به جزیره بعدی به نام گرادو. اینجا ایستگاه قطار ونیزه و اینجا هم ایستگاه قایقا. این تاکسی هاشونه رنگای قهوه‌ای. ببین به نظرم خیلی بامزه است که اینجا داره قایق رد میشه و اینجا میرسیم به ایستگاه قطار یا سوار قطار میشیم. دیگه باید کم کم با ونیز خداحافظی کنیم. بالاخره توی این چند روز سفرمون به یه هوای خوب و کولر رسیدیم. الان سوار قطار شدیم، خیلی خوبه، خنکه. هرچی قایق سوار میشدیم اصلا کولر نداشت، فقط یه دونه بود که اونم خیلی خوب سرد نمی‌کرد. ولی الان دوباره پیاده شیم، دوباره میخوری به گرما. این از سختی‌های این سفر بود. We keep on moving, we keep on moving along, we keep on rolling, no we ain't slowing it down, we keep on moving, we keep on moving along, we keep on rolling, yeah, no we ain't slowing it down. Let's go. رفتیم هتلمون و رامون نداد که باید یه دیگه بیاییم، ولی از اونجایی که بستنی بر هر درد بی درمان دواست من رفتم سراغ بستنی. ساعت 9 شب و تازه هوا خیلی خوب شده و داریم میریم پیاده روی. این صدا رو بشنوید، این فکر کنم صدای جیرجیرک کل جزیره این صدا داره میاد. خیلی باحاله. بعد الان شلوغ هم هست، مردم الان دیگه دارن میرن بیرون، سگاشون رو آوردن بیرون. اینجا کنار ساحل هم هست، اصلا رفتیم ساحل، خوشگل بود ولی خلوت بود چون فکر کنم خیلی داغ بود. حالا فردا دوباره میریم ببینیم چه جوریه. اومدیم صابونه بکنیم و خودشون برامون تخم‌ها گذاشتن که درست کنیم. بعدش واسه خودمون بیکن بکنیم، خانم بیکن با تخم‌ها خواهد کنیم. فکر کنم اونجوری درست کردن بهتر بود. And pulled you back into the sea all the way down. این شهر تنها جای دیدنی تقریبا ساحله. الان میخوایم بریم ساحل و 2 روز فقط توی ساحل باشیم، بریم تو آب بیایم بیرون. و از این گل‌های خوشگل هم هست. امروز آخرین روز سفرمونه و دیگه داریم با ایتالیا خداحافظی میکنیم و برگردیم آلمان. مرسی که تو این سفر با من همراه بودین. تا ویدیو بعدی، بدرود.